روزیتان بخیر. تشکر که ما را گذاشتین امشب مهمان خانه هایتان باشیم. ما 7 نفر در کنار این سفره 7 سین با 7 قصه نوروزی و برنامه کاملا کاغذ پیچ امشب قرار است اولین شب ساله با شما تجلیل کنیم. نوروز همه تان مبارک باشه و سپاس از اینکه زاویه رو دنبال میکنین. در کنار ما مهمانان عزیزی هم حضور دارن. مشخصا آقای فرید جوینده، کسی که برای ما طبله مینوازه امشب، و آقای صدیق عزیزی که رباب نواز هستند و قرار است که یک فضای کاملا وطنی را برای ما و به شما به تصویر بکشن. یعنی ما را کمک میکنن که ما برای شما به تصویر بکشیم. و یک خانم خیلی موفق در عرصه هنر موسیقی در کنار ما هست و خواهد بود تا چند لحظه بعد اونا را شما هم بیننده خواهید. 7 دختر با 7 قصه نوروزی امشب در کنار شما هستیم. زه سهیلا مومن، زه عقل زهی، تابان ابراز، مریم یوسفی، خالده حمیدی، آناهیتا ولیزاده او لیما سپیڅل. او اوس هم واره رسیدل چې کیسې واورو. لومړی کیسه به سهیلا موږ ته ووایي چې د نوروز څخه څه کیسه لري. کله به چې نوی کال راورسېدو همداسې ټولې جنکۍ به موږ راټولېدلو او کلي کې به موږ ګرځېدلو او هر چا کره به چې لاړو نو هغوی به موږ ته په پلو کې موږ ته پلي راکول نو بیا به موږ ډېر زیات خوشحاله وو. په شپه کې او په ورځ کې نه کله به چې سهار شو که نه نو موږ ټول به همداسې ځانونه تیار کړو بس ښه ښایسته کالیګان به مو واغوستل افغاني نو اول دې ټول نه به ډېر کالو ته موږ ډېر خوشحاله وو او هر چا به چې موږ او بېودي ته موږ ډېر خوشحاله کېدو چې چا به ډېره ښایسته ښکاري نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو همدې خبرې ته. کوم ځای کې ډېره خوشحاله رسید څوک ډېر پلی لا میوه درکې کنه. سلام سلام، به این خوش میشه که میگیش بسیار مقبول شدی. خیلی هوا میبره. یکی از نکته‌هایی که من متوجه شدم در مورد سهیلا همین است، زمانی که از سهیلا تعریف میکنی یا اینکه از تیپ لباسش یا نمیفهمم امو فشنی که انجام داده به من منقوخ خیلی دقیقاً همونطور است. راستی دخترم شب چقدر کل ما مقبول شدیم. نه نظر نشیم. ما سهیلا رو باید بگیم که در کجا جایش به ما نگو. جایش په مشخصه. ننګرهار کې په کامک کې او په لنډبوچ کې. چقدر خوب بیاین که ببخشید دخترم یک چیز بگیم. حالا درباره ننگرهار گفتی یک چند چیز دیگه هم در موردش بر ما بگو. میشه در مورد تجلیل از نوروز در ننگرهار بر ما بگی یا چقدر وقت نرفتی هنوز ننگرهار در کابل هستی؟ ولا ډېر زیات وخت شو نه یم تللی خفه مې ما چې ولې نه یم تللی. اول د نوی کال دې سره په ډېر خوند کې کېدو چې مثلا هغه چې ډېرې جنکۍ به موږ وو دلته خو داسې چې ډېر نفر ناست نو هلته به موږ ډېرې جنکۍ راټولېدو بس خپلو کې به ګرځېدو همزولې به بس ټولې پیغلې به راټولېدې او ګرځېدې به همسایه یا قوما همیشه بهار همیشه که پسرلی نو ډیر خوند کردم. ما واقعا تاسف میخورم که تا امروز نتونستیم برم ننگرهار و ببینم و طبیعتش و مردمش خوش به حال میام. خوش به حال سهیلا که همونجا زندگی کرده. خیلی خوب، چقدر خوب. بهتر است که از آنایتا رو بشنویم، درست است؟ آنایتا ما دست قصه تا بگی. ما خود تو خوش هستم قصه بشنوم. اول بگو از کدام ولایت گپ. اما باید متوجه باشی که من در جریان هستم یا نیستم، چون که فکر میکنم که بیشترین خاطرات کودکی آنایتا خاطر من هست و هنوز به یاد دارم. باید بگیم که تابان خواهر بزرگ آنایتا است. به خاطر آنایتا متوجه باش که چی میگه. اینجا شاید وجود داره. حقیقتا میگم. بفرمایید آنایتا جان. تشکر. و من خود بودم همیشه میرفتم گازاکا چون در روزای نوروز بخصوص به زور پول میگرفتم از پدرمشان، از کاکایم، از پدرم. با وجود که در روزای نوروزی در نوروز که پیسه میگیره آفرین. به زور میگیره. به زور میگرفتم و میرفتم گازاکا با جمعی از خواهرخوانده‌ایم، از همسایه‌ام که بود دیگر. روزای خوب بود. میرفتیم کدام گازاکا رو خوش داشتی؟ من چند تا گازا میشناسم. دولکی، چرخگی، دولکی. مریم هم زیاد گازاکا. ما پیش خاله ما گازاکا داشتیم. خدایا دیگه اون روزا شاید دیگه هرگز نه. یا بسیار مزه میداد. ما بسیار گازاکا اونجا میومد. من کلش یاد نیست. مثلا یک گاز که تو نامش یادم رفته دروازکی نورمال عادی گاز نام گازا رو میگن چه قسم گاز دیگه من یک چیز دیگه متوجه شدین ما اصطلاحات خیلی شیرینی داریم که کودکی ما با او اصطلاحات یا همون چی بفهمم خلاصه رنگ بوی متفاوت گرفته. شاید اینمی کلمه‌ای که ما استفاده میکنیم هیچ کشور هیچ زبان دیگه نداشته باشه. گازاکا دوست داشتنی در کودکی شخصا خب من دقیقا یادمه آنایتا
تنها آدمی بوده خانواده که همیشه وقت چشم یعنی مثلا دیگه طرف میشد میرم گازکا پیداش نمیکردی. خب نوروز عید یعنی هیچ مراسمی نبوده که مثلا آنایتا بیشترین لذت نبوده. آنایتا میزن چکته که ما خب قبل از اینکه طرف خالده بریم بیا آنایتا بگو ما که گازکای پیشخوانی ما میرفتیم باز به خاطر همون جایزه که می‌دادن همین چرخکی دیگه اینا خدا خودمون انداختیم که جایزه بگیریم. از جایزه کدام خاطری خوب داری حال گپ گازکاست. جایزه میگرفتی یا نه؟ جایزه که والدت از دست که میترسیدم تو خودم محکم میگرفت. نه ما جایزه نگرفته بودم ولی یک روز دمون روزای نوروز بود که رفتم چیز خریدم داخل از اون معمولا میداشت جایزه میداشت همون بار یک روپه خریدم یک تا پفک بود و داخلش هم 5 روپه بود. من خیلی خوش شده بودم که یک نوروز 5 روپه هم چقدر پیسه بود در وقت. یک نکته بعد در مورد چی بفهمم خوراکیایی که ما معمولا در عید در دوران کودکی ما البته می‌خریدیم و استفاده می‌کردیم که خب اجناس پاکستانی بی‌کیفیت و بی‌کیفیت. الان زیاد به اون مواردش چی میگن نمیپردازیم، اما واقعا یکی از مواردی بود که دلخوشی کودکای افغان بوده و هست تا امروز هم. درست است ما بزرگ شدیم حالا شاید او خوی خاصیت‌ها رو نداشته باشیم، اما او پفک‌ها و چپسک‌ها و اینا که پوری نخود جرنگان چقدر خوبش بودن. ما هم از متن همین جامعه 5 روپیه از متن همین جامعه و از بین همون کودکایی که امروز هم در همون خاطراتی رو که ما سپری کردیم همون دورانی رو که ما سپری کردیم سپری میکنن از همونجا آمدیم و چه شیرین است که هنوز او خاطرات شیرین در ذهن ما است. دقیقاً و این قصه هم به این خاطر است که از بین ما اون چیزایی که در گذشته ماندیم و هنوز ما بسیار کودکا رو نمیافم که کارهایی که ما کردیم اونا کنن. خوشحال از گیم هستن گیم میزنن در تلفن به هر حالش می‌دارسن که از این دوره اونا هم لذت ببرن، اما گازکا من فکر میکنم یکی از بهترین ویژگی‌های دنیا بوده که ما در کابل داشتیم. خب از این معلوم میشه که خالده هم کدام اما تو خاطره داره چون زیاد همین گازک که میگه رقم خوش به خاطر خصوصا اون جایزه‌ای که میگه در خاکا خودمون انداخته بود فکر میکنم من زیاد میگرفتم به خاطر که بیخی خودم میکشتم پشت از اون بخاطر پایین داست میدیم تجربهش داریم. و من یک خاطره تلخم از این دارم باز براتون افتاده بودیم. آنایتا نه یو بوله پوښتنه وکړم چې چا نه ډېرې پیسې اخیستلې په نوي کال کې داسې کې زیات پیسې میگرفتی؟ بسیار یک سوال خوب. از مامایم میگرفتم من به زور میگرفتم چون در افغانستان میگن مشان پیسې ډېرې نه ورکوي. طفل بهتری وقت پول بگیره ولی مزه میده که پول به زور بگیری و او پولی که به خوبی خود میتن تا او پولی که به زور میگیری بسیار تفاوت داره. به هر حالش به زور یا به رضا پول خودم میگیرم. مور و روری ما قشنگ مهربانه که مور چه مهربانه. به اندازه ماما و خاله البته با احترام تمامی که به تمام عمه و کاکا دارم، اما به اندازه ماما و خاله هیچ کس خوب است دیگه میگذاریم. بریم سر قصه و خاطره خالده جان. قصه ما هم خوب است، هم یک کمک آدم جیگرخون میسازه بخاطر از اینکه ما که خرد بودیم هر سال یک روز پیش از اینکه سال نو روز اول سال نو شد میرفتیم بخاطر گوشواره لاکت چیزا میخریدیم. خب فردا شد ما همیشه پوشیدیم معمول برآمدیم و وقتی که برآمدیم من رفتم پشت دختر همسایه ما که بریم دیگه گشتن سال نو گشتن اونجا که رفتم بچه همسایه ما باز کرده و زره گفت که نه ای آرام است بخور من ایمانم فلان فلان. ما حتی ترسیدم گفتم مالک آرام است ما در خانه بگویم که آرام است. چند ساله بودی خالده جان؟ فکر میکنم شاید 10 ساله بودم، دقیق یاد ندارم ولی بسیار سم تاثیر کرده بود. من فقط فکر میکردم چیزایی که خورده میشه آرام است. رفتم خانه گفتم سال نو نخوریم که آرام است. مادرم گفت چی رو نخوریم که از این کدامش نخوریم که آرام است. گفتم نفهم بچه همسایه میگه که آرام است. مارشان گفت که این کلش برای ازی است که سال که میآید فال نیک میگیریم، کالای نو میپوشیم، غذای متعدد میخوریم. باز از وقت مفهمیدم که آرام نیست و امیدوار هستم که کلی کسایی که فکر میکنن سال نو حرام است بفهمن که سال نو حرام نیست. ما بسیار هیجانی شدیم بخی دمو صحنه رفتم که برای سال نو حرام است برو یا رفته کدام خوردنی از سال نو که برم نخورم. البته من همیشه به این فکر میکنم که چقدر خوب است بعد از یک مدت سردی و مثلا
تاریکی و ابر و برف و غبار نه ما به یک مرحله دیگه میرسیم که دیگه همه جا قشنگ میشه، یک بوی تازه همه جا هست. ما فکر میکنم واقعا نیاز به جشن گرفتن داره. ورس د سره کیږي مثلا مکتبونه شروع کیږي نوې کالی مکتب دیگران خو یگان اشتکار نمیکنه امور سال نوشان خراب میشه. موږ کله ځینې خوشحالي ځینې خفه کیږي او بل ډیر نوي پلانونه انسان کولای شي جوړ کی. و از اون بیشتر طبیعت خودش جشن میگیره نه سبز میشه. دقیقاً در زمستان ما وقتی طرف درختو میبینیم چقدر خشک هستن نه حتی نمیشه دل آدم نمیشه طرفشون ببینه. بگم تابستان رو کلشون زنده میشن دوباره حالت نو میگیرن به خود. ما کیستیم که نگیریم؟ خب خب از تاریخچه‌اش معلوم است. خب هم تاریخچه نوروز هم موت یک چیز است که کله چې زردشتیان راغلي او مخکې له زردشتیانو ځینې خلک اوسېدو چې ټول په همدې فکر کې وو چې کله نوی کال شروع کېږي ټول ځایونه سمسور کېږي خلک نوی ژوند شروع کوي دې ته باید څه نوم کېږدو او باید په څه نامه یې ویادو. نو ټول دوی یو ځای سوي وو او د دې ترڅنګ مشوره یې کړې وه چې باید نوم یې څه کېدو. له هماغه وخت نه د نوي کال نوم یا نوی کال چې کله پیلېږي نوم نوروز او جشن نوروز ورته چې تر اوسه پاتې دي او دا ټول له هغه نه اخیستل سوی و چې نوی کال راځي مثلا ټول ځایونه سمسور کېږي خلک نوي کارونه شروع کوي مثلا مکتبو ته ځي او لکه د ژوند نوي پیل غوندې داسې یو معنا لري. یعنی ما 4 فصل پشت سر گذاشتاندیم به یک فصل نوروز او نن څومره ښه ښکاري ټول د پسرلي ګلانو په شانې رنګارنګ کوي از رنگ گپ من از امروز براتون بگویم در طول زندگیم اولین بار است تاون شاید اولین بار است در زندگیم که ما پیران افغانی یا گند افغانی پوشیدیم. خو ډېر د سره ښایسته ښکاري و باورم نمیشد که اینقدر برای من بیزیبه و من زیباتر از اون چیزی که هستم بسازه. شک داشتی تا واقعا شک داشتم. دخترها چه نظر دارین که یک بازی خیلی کوتاه ولی فکر میکنم جالب را انجام بدیم برای اینکه بیننده‌های ما یکم بیشتر حال هوایشان خوب شود. فکر میکنم از گپای ما معلوم شد که ما خوش داریم ساتیری بازی و گازاکو. خوب است. بسیار مریم کدام بازی انجام بدیم؟ یک بازی بلد است. ما تابانشان در گذشته زیاد انجام دادیم. در گذشته وقتی میگم ما تابان تقریبا میشه 4 سال میشه. نه مریم بیشتر از 6 سال میشه. 6 سال دا به خدا 6 سال میشناسیم و ما یاد میاد سال اول که هم دیگه میشناختیم یک بار شش می گیم با هم پلی کردیم یک گیم بازی کردیم و او چیز است که ما یک کاغذ میگیریم از شما اینا یکتون بگین کدامتون باز میخواین در گیم در بازی باشین. خب یک تیکه از کاغذ میگیریم یک لغت دو مینویسیم فرض کنید پیشانی ما میزنین نه اون لغت فقط شما دیدین دیگه ما ندیدیم. خب بعد از ما باید بگیم که در چی نوشته کردین. خب بله و او چیزی که در کاغذ نوشته میشه ارتباط به طرف داره که او کاغذ در پیشانیش هست. حالا هر چی یکی از خاصیت‌هاش مریم من فکر کنم دوستای تو را آوار میکنم ختم برنامه. خب ما یک استیکر نوت نیاز داریم همکاری عزیز اگر لطف کنند. یک کس لطف کنه دیگه. کاغذ رسید ما کلمه یا همون چی میفهمم یک جمله نه جمله نه یک لغت خاصیت نه یک خاصیت هم میشه. یک خاصیتی رو که انتخاب کردیم نوشتیم و ما و مریم کسی رو که هدف قرار دادیم رو میشناسیم. فقط میخوایم نظر رای دوست دارم داشته باشیم رای گیری کنیم. خالده چطور است؟ بسیار بیزیدیم موافق هستیم. پس خالده اولین گزینه و آخرین گزینه. نگاه نکن خالده جان لطفاً دایی بحث نوشته کردن که با خالده میخوانه البته مربوطش هست مگم خودش نمیفهمه. آل باید بر ما بگویه که ما دایی چی نوشته کردیم. بسم الله حدس میزنم که من چقدر واقعا بس ببره نمیدونم. خب کم معلوم میشه اما قضیات است. خالده عقیده پرخور؟ نه از کجا پوری شدیده از درستی؟ نه این رقم نشد دیگه اصلا حالا از کجا فهمیدی؟ چیزی که در دفتر ما بسیار مشهور هستم داشتی نمیست پرخوری ایجا زود فهمیدی چه قسم گیم است چیز دیگه زود نکو دیگه یک کلمه میاد بازی
خب یک نفر دیگر من قرار نفهمیدم میدی. کی است. بیش ایش حال ده گزینه خوب نبود. یک نفر دیگه. نه واقعا نفهمیدم کی بود. چطور؟ نه ما را سگ ما چقدر میشناسیمش نام خدا نگوی مقصد. خب مریم جان یک نفر دیگر آمده قرار میدی ببینیم که او چی سایلا چی نوشت؟ من چی نوشتم؟ سایلا و خواسته خودش بیاین دختر فقط ما ببینیم با شما فکر کنید چی بنویسیم در گوش ما باشه درباره سایلا چی بنویسیم چی بگویید پیشونش میتونید بزنید نه در گوش ما بگویید نه رو بگویید من اول غلط میگم نه دیگه اینجوری سایلا یک دفعه میگم خب یک چیز خاصی نوشته این که من خودم نوشتم خودم اما سعید نه یک دفعه شما رای بدید شما سعید نه چی نه اون رو بیشتر گفتیم نمیشه فهمید خب شما چی نظر دارین در گوش بیایم نه من خب بسیار خاصیت دارم تو خوب صحیح واضحش گفتیم خب برو خیلی می‌نویسیم خب حتی که مرزا قلم واره با کامرا نشان میدیم خلاص سایل نکن دیگه نبین خب ببینید که با چی نشته کردیم درست اگه در پیشانیش بر نکنیم چالتاویش کنیم نه من پیشانی قلم نبینم نه این رقمی که از پوش بالا میشه پیش بیسایل نبینم تو چیز از نه اونجا میبینم بالا نمیچسبه اینجا برو اقلا ما کم بگی آفرین دست ما کم بگی نه اون زیاد بلند شد کم پایین بگیریم خب خودت ما کم بگی خودت ما کم بگی خب چی ناشته کردیم نه شیشک نه دخوری نه شیشک بل شایدم داغ چی کی دست کارنه چی کی نمی کلی چی اپم دی یا چی کی سکی خسته شو څنګه ښکارم نه خاصیت دی یو عمل نوم دی ته ډېره ښه ښکارې نه ما برات بگویم خب اون که مثلا خوش اخلاق است خوش اخلاق نورم یک خاصیتی است که کلگی از سویلا خوش دارم باز ما به نظر رقیب بزی به ده دکتربان خاصیتی زیگه چی تو را خود نه سکی سایلا اون روز که کم آنده بود کار کنی مثلا دادان در زد گفتی که میریم دیگه گزارش یا من نرم نمیتو که یک کار کنی اون کار چیست؟ از که دیگه نه؟ ډېره غوسه کېږم دیتا وګورئ از این که هنوز افشاریش نزده فهمید از این که خدا نمیشناسم نو چی شی دی یک شاستگان داری اگر نفهمیدی باز برد از این حرف میوه نمیدی مذاب کردم نه راست میگم خب باش اگر لکه څنګه دی لږ نظر نقل راته راکړه یا عمل در که چی که یا عمل یا دین چکشن که چه نقل خوبه اقلا سبزم بابا شکفه اقلا درش نقل ده لږ ځله نورم نقل راکړئ چې څنګه عمل مې ده که مخکې ډېر کومه دغه ته اکشنیه ویل. یعنی سایلا توبه کردیم از دیگه باش ما برات بگویم باش که ما برات بگویم چون نمیفهمیم از این هم برات نمیتیم از هفت میوه اکتور استخواره کن تشکر نفهمی بیاب کردن بود یا جواب دادن هیچی معنا ببینش دیگه که چی نوشته است وقت گفتش اکتور خب سایلان هم خودم بسیار اکتور است دیگه و میدونی که کس نکه دیگه تو خودم میاره میزنه پس میره خب به هر حالش یه هم بخش بازی ما بود دفترها نوبت میرسه به یک بخش دیگه ما مهمان عزیز ما حضور داره ما بسیار دوست داریم که بیاید دیگه اینجا در جایگاه تشریف بیاره در جایگاه تشریف بیاره باشیم و بهتر است بگم که تنها قصه ای که از نوروز در ذهن داره و میتونه برای شما یا با شما شریک بسازه اونم میشنویم و کنارش یک آهنگ خیلی زیبایی هم قرار است برای ما اجرا کنه با صدای شیرینی که داره خانم صدیقه مددگار نه
بازی خوبه بود اما برعکس تصوری که من داشتم زیاد نفرایی رو که هدف قرار داده بودیم اذیت نشدن و زود خاصیت‌های خودشان هم میشناسن و از اون خاطر زودتر فهمیدن که ما چی نوشته بودیم در کاغذ. این قسمت رو همینجا به پایان میرسونیم مریم جان. بریم که مهمان رو دوست داشتنیم و در پیشوری من شیشته و امیدوار هستم اعصابش خراب نشده باشه از اون مهمانا نباشه که من میرم. پس زود میخوایم بیای اینجا آهنگ مقبولش رو بشنویم و در کنارش هم قصه ای که یا تنها قصه ای که در ذهن از نوروز داره او رو میخوایم که با شما شریک بسازن. بهتر است که مهمانمان را در کنارمان داشته باشیم.